آقا یه خاطره میخوام از حاج عارف برای شما تعریف کنم. حاجی نیست ولی میگیم حاج عارف. عموشیه با من 10 سال اختلاف داره. سال 2013 اومدم آمریکا. اون موقع خب پولم که با $1800 اومدیم دیگه. پول وکیلم حاجی آرش داد. میخواستم انگلیسی یاد بگیرم. یه برنامه بود که گفتن روزتا استون. قیمتش اون موقع $250. خیلی پول بود $250. بعد بلد نبودم کامپیوتر اینا. گفتم اما عارف این روزتا استون رو برای من میخری؟ اینو برای من خرید. بعد گفتم آقا این $250. گفت بابا خجالت بکش. $250 اون روز برای من $250,000 الان بود. انگلیسی رو حاجی ما مدیون این آقاییم. I love you اما عارف چرز. نه آقا ازم نپرسید میخری، من خودم گرفتم. آره منظورم که این 2 نفر قلب منن. برای نیویر من با اینا وقت بگذرونم. رونالدو و مسی هم باشم ول کن همین 2 تا